سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز کانال بورس مارکت. چند وقتیه که بحث پراپ فرم ها داغ شده و افراد زیادی دارن هجوم میبرن سمت پراپ ها. اما چند تا نکته هست که جایی ندیدم اصلا در موردش صحبت کنن و باور کنید اگر جای این نکات رو میدیدم اصلا این ویدیو رو درست نمیکردم، چرا که نکات خیلی مهمی هستن و دونستن این نکات برای پاس کردن چالش خیلی میتونه بهتون کمک کنه و میتونه دیدگاهتون رو در مورد پراپ ها عوض کنه. پس اگه شما هم توی این چالش ها شرکت کردین یا قصد شرکت کردن دارید، حتما تا آخر ویدیو با من باشید. $6,000 یا $600 بدون توضیحات اضافی و کش دادن موضوع میریم سر اصل مطلب. شما فرض کن یک اکانت $6,000 خریداری کردی از یک پراپ فرمی، هیچ فرقی نمیکنه. این قانونی که الان خدمتتون میگم توی تمام پراپ فرم ها صدق میکنه. البته که این قانونی نیست که بیارن جلوی چشم شما بذارن و بگن که آره شما باید این قانون رو رعایت کنید. نه، این یک قانون پنهانیه و همین قانون میتونه شماها رو توی اون چالش نتونید پاسش کنید و شما رو رد کنه توی اون چالش و دوباره برید یک چالش دیگه بخرید. خب که مجاز هستید 10% ضرر کنید، یعنی $600. شما روی اکانت $6,000 توی پراپ فرم ها یک چالش اگر $6,000 بخرید مجاز هستید که 10%ش رو ضرر کنید، یعنی $600. خب که میانگین قیمت $59 هست، یعنی این که شما توی با اکثر پراپ فرم ها رفتم نگاه کردم یه میانگین قیمتی گرفتم که شما با $59 میتونی یک اکانت $6,000 بخری. حالا مشکل کجاست؟ ببینید دوستان، شما فرض کنید $6,000 پول واقعی خودتون هست توی بازار و میارید توی بازار. چه اتفاقی میفته؟ شما اگر بیای $600 ضرر کنی هیچ اتفاقی نمیفته، فقط $600 ضرر کردی. اگه بیای این $600 بشه $700 شما بازم اتفاقی نمیفته، $700 ضرر کردید. از اون طرف بقیه پولتون مونده. اما وقتی میاد یک چالش $6,000 میخرید، شما اگر $10 یعنی $600 ضرر کنید کل اکانت میپره. خب یعنی چی؟ یعنی این که نمیان به شما یک اکانت $6,000 بدن، در واقع دارن یک اکانت $600 میدن، اسم $6,000. شما بیا $600 ضرر کن کلا اکانتت میپره. اوکی؟ خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا توی قوانین مدیریت سرمایه ما به مشکل میخوریم. ببینید شما از $6,000 شما 1% بخواید روی هر معامله ریسک کنید میشه چند دلار؟ میشه $60. 1% $6,000 میشه $60. خیلی خوب، حالا یعنی چی؟ یعنی اگر 10 تا معامله اشتباه کنید حسابتون پریده، ولی اگر در واقع $6,000 بود شما باید 100 تا معامله اشتباه میکردی که اکانتت میپرید، ولی چون $600 بهت دادن شما اگر بیای 10 تا معامله اشتباه کنی حسابت میپره. حالا اگر بیایم ریسک رو بکنیم 2% چه اتفاقی میفته؟ یعنی تو هر معامله شما $120 ریسک بکنی این اتفاق میفته که توی 5 تا معامله اکانت شما میپره. اینم ماشین حساب. شما فرض کنید 120 ضرب در 5 میشه $600. شما اکانت $6,000 خریده بودی ولی $600 ضرر میکنی، اکانتت میپره. حالا موضوع به اینجا ختم نمیشه، بریم جلوتر. آیا 8% سود برای پاس کردن چالش کافیه؟ به شما میگن که شما مجازی 10% ضرر کنی ولی از اون ور 8% تنها 8% برای ما سود بگیر. اما 8% سود برای پاس کردن چالش کافیه؟ خیر، کافی نیست. بیاد براتون توضیح بدم. شما در واقع
8% سود نمیگیرید، شما 80% میخواید سود بگیرید. چرا؟ چون دارن به شما $600 میدن، $6,000 که نمیدن، $600 میدن، میگن بیا برو با این $600 که مثلا 8%ش هست $480 برای ما سود بگیر. خب بیا براتون حساب کنیم. شما 480 رو ضرب در 100 کن، تقسیم بر 600 کن، میشه 80. شما 80% باید براشون سود بگیرید. پس ببینید تا الان چه اتفاقی افتاد. شما نمیان بهتون $6,000 بدن، میان بهتون $600 میدن و میگن که با این $600 شما برو برای ما 80% سود از بازار کسب کن. 80% شوخی نیست واقعا. تازه بعضیاشون هم یه زمانی میذارن، مثلا میگن که توی 3 هفته این چالش رو پاس کن. آخه تو 3 هفته ما چجوری 80% بگیریم؟ شما حالا اگر بیای مثلا بگی من قوانین و مقررات رو از روی این $600 میرم، مثلا به ازای $600 که به من دادن من 1% ریسک میکنم، 1%ش میشه $60، میشه $6 از $600. خب شما چند تا معامله طول میکشه تا برسید به $480؟ این قانون رو جلوی چشم من و شما نمیذارن. این من و شما هستیم که باید بریم این قانون ها رو بررسی کنیم. یه سری هم که متاسفانه اسم خودشون رو گذاشتن اساتید چه میدونم فارکس و فلان و پلان، اما اینها رو نمیان بگن. اصلا باور کنید که تقصیر خودشون نیست، اگه میدونستن میومدن میگفتن، ولی تو باغ نیستن، اصلا خودشون یک اکانت هم نگرفتن تا حالا از این پراپا، فقط دارن میان حرفشو میزنن. یه نفرم میاد مثلا میگه آره من یه اکانت خریدم از پراپ فرم، توی یه روز میام پاسش میکنم، که اصلا همچین چیز امکان نداره. شما حداقل 5 روز معاملاتی باید ترید کنی. از اون ور مثلا اگه بیای روز اول پاسش کنی شما رو میندازن بیرون، میگن که شما اشتباه کردی، باید حداقل 5 روز رو شما ترید میکردی روی این اکانت. حالا طرف میاد میگه بله من میام مثلا توی یک معامله $430 میگیرم، بعد بقیه‌اش رو توی 4 روز دیگه میام یه ذره معامله باز میکنم تا این 430 مثلا برسه به 480. باز از اون ور به قانون پراپ فرمو بخونی میگه چی؟ میگه که شما این 430 رو نباید توی روز اول میگرفتی، توی مثلا توی یک دونه معامله شما باید کمتر از مثلا 1% فلان رو بگیری، 2% سود کل رو بگیری. خب از این قانونای من در آوردی زیاده. پس اگر کسی رو میبینید که میاد هر روز میگه آقا من این چالش رو پاس کردم اون چالش رو پاس کردم، خودتون رو چه میدونم سرزنش نکنید. اگه میگن شما نمیتونید پاس بکنید تقصیر شماست، شما خودتون رو سرزنش نکنید. قانوناشون واقعا مسخره. شما 80% باید سود بگیری. همین الان با هم دیگه حساب کردیم. هر کس هم میگه این قانون، این چیزی که الان من گفتم اشتباهه، داره خودش رو گول میزنه یا داره شما رو گول میزنه برای فروش آیبیش، برای اینکه بیاد لینک پراپش رو به شما بده، شما با لینکش برید ثبت نام کنید 1% پول بهش بدن. خب پس خودتون رو گول نزنید. دارن به شما $600 پول میدن، از اون ور از این $600 10% شما ضرر کنی اوت میشی. از این $6,000 شما بیای این $600 رو ضرر کنی اوت میشی. از اون ور میگن آقا 80% سود به من برسون. خب این از قانون مسخره و نانوشته‌ای که تمام پراپ فرم ها دارن. خیلی خب حالا بریم جلوتر. آیا قضیه به همینجا ختم میشه؟ نه. فرض کنید یک اکانت 2 مرحله‌ای خریداری کردید. آیا واقعا 2 مرحله است؟ خیر. پس چند مرحله است؟ بریم جلوتر خدمتتون عرض کنم. ببینید این یک قانون، یکی از قانون‌های پراپ ایرانی رو آوردن و یه دونه هم از پراپ‌های خارجی جلوتر براتون میزنم. میگه که چی؟ میگه برداشت ها در هر زمان دلخواه شما به صورت اتوماتیک، حالا این هیچی، برای اولین برداشت باید حداقل 30 روز از زمان دریافت حساب ریل گذشته باشد. خب یعنی شما اکانت ریل رو میگیری، 2 تا اکانت رو پاس میکنی، هر کدوم 80% پاسش میکنی، حالا میری تو حساب ریل.
وقتی رسیدی تو حساب ریل میگه آقا تو باید حداقل 30 روز از دریافت حساب ریل گذشته باشه و توی سود هم باشی. اگه توی ضرر باشی ازت میگیرن اکانت. خب حالا اگر توی سود باشی ازت اون پول رو بهت میدن بعد 30 روز. تو ضرر باشی اکانت رو ازت میگیرن. خیلی خوب، این میشه چند تا مرحله. یه مرحله که مرحله اولش بود باید 80% میگرفتی، مرحله دومشون 5% از کل پوله که بازم میشه 50% اونجا باید بگیری. اینم مرحله سوم که حداقل 30 روز باید شما حسابو گرفته باشی و توی سود هم باشی. خیلی خوب، بریم مرحله بعدی. اینم یه دونه اکانت پراپ فرم خارجیه. اینجا هم میگه اولین پاداشتون ماهانه 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 ماهانه، روی تمام اکانتاش ماهانه. پس شما در واقع دارید چی کار میکنید؟ دارید 3 مرحله چالش پاس میکنید. خیلی بد شد. بذارید یه بار بررسی کنید همشو از اول. $600 بهتون میدن. فرض کنید ما یه اکانت $6000 گرفتیم. $600 بهتون میدن، میگن 80% از این برام سود بگیر تو مرحله اول، تو مرحله دوم برام 50% سود بگیر، مرحله سوم بیا توی سود باش که حالا اونا هم سوداشون فکر کنم باید حداقل بالای چه میدونم 5% که همون 50% میشه. خب 3 مرحله شما باید چالش پاس کنی. خب حالا پولت رو بهت میدن. اوکی، اگر تمام اینها رو بری جلو، 80% سود گرفتن توی بازار واقعا شوخی نیست. اونم توی مثلا 1 ماه، توی 2 ماه، حتی توی 3 ماه. خب و از اون ور اتفاقی که میفته چیه؟ شما میای نمیتونی اینها رو پاس بکنی، 80% بگیری، 50% بگیری، نمیتونی و از اون ور خودت رو سرزنش میکنی. باز از طرف دیگه یکی از اساطیق میاد داخل کانالش یه مطلبی میذاره که به به ببین من توی یه روز پاس کردم، تو نمیتونی، تو بیورزه. خب نمیدونم واقعا چجوری بهتون بگم، خودتون رو سرزنش نکنید. اگر پولی دارید سعی کنید اون پوله رو خودتون بیارید توی بازار و باهاش کار بکنید، حتی اگه $600. خب در واقع اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن $600 بهتون میدن. خب و از اون بر بهتون اهرم میدن که تا $6000 بتونی معامله کنی. شما کافیه 600، شما اگه میخوای این قوانین رو پاسش کنی بیا یه کاری کن، بیا $600 جور کن، نه که بری وام بگیری یا نه، $600 بیار، برو توی بروکرت اهرمتو بذار روی 1/10. خب 6000 میتونی اندازه $6000 معامله انجام بدی توش. اینو بذار روی 1/100 میتونی اندازه، البته این پیشنهاد نمیشه، خیلی زیاده 1/100 و 1/10 ولی اگر شما در خودت میبینی این چالش ها رو پاس کنی، خب بیا برای خودت کار کن. اوکی، این البته برای حرفه‌ایاست. حرفه‌ای‌ها میتونن مثلا این اکانت 600 بکنن 80 که اونم خیلی کم، خیلی افراد کمی هستن که بتونن این کار رو بکنن، که اونم تازه مثلا چون $600 میتونن بکننش مثلا 80% رشدش بدن. همین مبلغ خیلی بالایی بشه دیگه از لحاظ روانی نمیکشن که انقدر رشدش بدن. خب پس شما بیا این کار رو بکن. اگر هم حرفه‌ای نیستی، خب چه کاری بری چالش بگیری؟ این اکانت به این سختگیری اصلا نمیتونی پاسش بکنی. خیالتو راحت کنم، خودتو سرزنش نکن، نه یا بگو که تو الان داری به ما ناامیدی میدی. من دارم واقعیت رو بهتون میگم. آیا کلاهبرداری که نمیشه گفت دیگه، یه سری قوانین شما باید بدونید. اینو نمیشه اسمشو گذاشت کلاهبرداری پراپ فرما. خیلی خب، حالا همینجا خاتمه پیدا میکنه. نه، دراودان روزانه از مبلغ اولیه محاسبه میشه. یعنی چی؟ باز بیاید روی این اکانت $6000 ما براتون مثال بزنیم. ببینید دوستان، تنها اکانت $6000 نیست، همه اکانت ها اینجوری. شما مثلا یه اکانت بذارید من اینو، یه اکانت مثلا $25000 میخری ضرب در 10
تقسیم بر 100 کنی میشه $2500. شما $2500 مجازی ضرر کنی. یه اکانت $25,000 شما مجازی $2500 بهت میدن کلا. خب این روی همه اکانت ها برقرار هستش. اوکی. خب بیاین رو همون اکانت $6000 باز براتون مثال بزنم. ببینید شما $6000 بهتون میدن. خب شما میگه اجنس $6000 شما دراودان روزانه‌تون هم 5%. شما توی یه روز اگر بیشتر از 5% ضرر کنید حذف میشید از اون چالش رو ازتون میگیرن. خب حالا 5% از چی محاسب میشه؟ از این $6000 محاسب میشه. یعنی شما امروز بردی پولت رو رسوندی به 600 و مثلا به 6000 و مثلا چند بگیم بذارید $6100. خب رسوندی به $6100. روز بعد این 5% که دراودان روزانه است از این 6100 حساب نمیشه، میاد از این 6000 حساب میشه. یعنی در واقع شما روزانه مثلا روی این اکانت $300 ضرر کنی اوتت میکنن بیرون، خداحافظ. خب حالا اگر بیای با خودت بگی اوکی من $600 رو میگیرم و با قوانین 1% رو روی این اعمال میکنم، شما 1% میشه $6، 2% میشه $12. شما $12 میدونید چی همه باید معامله کنید تا برسید به این $480. خب اینم یه حساب کتاب ساده است، الان براتون توضیحش میدم. شما 480 تقسیم بر 12. شما 40 تا معامله درست باید بزنی تا برسی به اون $480 با ریسک تازه 2%. 40 تا معامله خیلیه. شما 40 تا معامله بتونید مثلا توی یه ماه توی 2 ماه سود داشته باشی. حالا بحث اسکلپ و اینا نیستش. اسکلپ هم توشون اتفاقا منسوخ شده است. منسوخ که نه، توی چیزها توی پراپ فرما اسکلپ رو نمیپذیرن، میگن مثلا معاملات زیر 1 دقیقه اوکی نیست. حالا البته این توی همه جای دنیا این زیر 1 دقیقه حسابش نمیکنن، اما به دلیل یه سری قوانین. ولی توی پراپ فرم ها اگه بدونن شما داری اسکلپ میکنی اکانت رو بهت نمیدن، میگن که نه اسکلپ مثلا با قوانین ما نمیخوره. خیلی خوب دوستان، این بود از ویدیویی که من خیلی وقت بود میخواستم بدمش بیرون و براتون توضیح بدم که واقعا این پراپ فرم ها اونجوری که فکر میکنید یه ظاهر گوگولی مگولی دارن که شما بیا مثلا آره 8% سود بگیر تمام. نه این 8% نیست، 80% و اصلا جالب نیستش. حالا اگر از ویدیو خوشت اومد استفاده کردی حتما لایک کن و یه کامنتی هم برای ما بذار که اگر انشاءالله اوکی باشه میخوایم از این به بعد دوباره کانال مرتب داخلش ویدیو بذاریم و همراهتون باشیم. همیشه پرسود و ثروتمند باشید. یا علی، خداحافظ.